که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود به یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. بسیار خوشحال و خرسند هستیم که در یک سه‌شنبه شب دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه علامت سوال. شما هم اکنون بیننده برنامه علامت سوال هستید از شبکه 107 پارس. اگر بر روی ماهواره قرار هست که برنامه رو ببینید، از طریق ماهواره یاستد برنامه رو میتونید تماشا کنید. همچنین از طریق اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال و 107 پارس هم برنامه رو میتونید به صورت پخش زنده تماشا کنید. همچنین اگر اپ جیلویز دارید، از این طریق هم کانال 107 پارس رو میتونید پیدا کنید و برنامه رو ببینید. عزیزان امیدوار هستم که در هر کجا که هستید دارید برنامه رو میبینید حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و ممنون و تشکر از اینکه برنامه خودتون رو انتخاب کردید. در 90 دقیقه آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با موضوع بسیار مهمی که انتخاب شده همراه با مهمان عزیز برنامه‌مون و بعد از اون هم سوالات شما عزیزان که پرسیده شده یا پرسیده خواهد شد و مهمان برنامه جوابگوی سوالات شما عزیزان هستن. همونطور که میدونید از طریق راه‌های ارتباطی هم میتونید با ما در تماس باشید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، شهادتی دارید و یا اینکه درخواست دعا دارید، خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم. میتونید برای ما بفرستید، چه به صورت نوشتاری و صوتی و چه از طریق تلفن که میتونید مستقیما زنگ بزنید به استودیو، وصل بشید و سوالتون رو مطرح کنید. در نیم ساعت اول برنامه تلفنی گرفته نمیشه، البته که بعد از نیم ساعت تلفن باز خواهد بود و میتونید زنگ بزنید، اما از همین الان میتونید از طریق راه‌های دیگه با ما در تماس باشید. از طریق فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب میتونید با ما در تماس باشید، به صورت نوشتاری پیغام هاتون رو بفرستید و یا اینکه به صورت صوتی همچنین. شماره تلفنی داریم برای عزیزانی که تلفن هوشمند دارن از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام. میتونید از این طریق هم با ما در تماس باشید از طریق شماره تلفن 2035 79 99 37 772. البته که این شماره مخصوص پیامک هست، میتونید پیغام بفرستید از طریق همون اپلیکیشن هایی که خدمتتون عرض کردم. تلفنی گرفته نمیشه از طریق این شماره تلفن، اما اگر میخواید مستقیما زنگ بزنید به استودیو وصل بشین با شماره تلفن 2044 207 806 98 32 میتونید با ما در تماس باشید. پس تمام این راه ها باز هست برای شما عزیزان که به صورت راحت‌تر و سریع‌تر بتونید با ما در تماس باشید با برنامه خودتون و خوشحال میشیم که از شما بشنویم. فراموش نکنید در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو در طول برنامه فرستادن در دعا خواهیم بود. یک بار دیگه با هم بریم راه‌های ارتباطی با برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با مهمان عزیزمون در خدمت شما خواهیم بود. بله دوستان عزیز، یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم، اما همونطور که خدمت شما از آن گفتم مهمان بسیار عزیزی داریم امشب از طریق اسکایپ با ما هستن کشیش دکتر فریدون مخوف عزیز که بسیار خوشحال هستیم بعد از فریدون دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه حضور دارید. خیلی خوشحالم که میبینمتون. منم همینطور سالی عزیز خوشحالم که میبینمتون و از فرصت استفاده میکنم به همه عزیزانی که الان ما رو از هر طریقی که
هستش میبینند براشون سلام عرض میکنم و تندرستی و واقعا برکت خداوند رو براشون آرزو دارم. آمین. خیلی ممنون، مرسی برادر فریدون. برادر فریدون، موضوعی رو که امشب انتخاب کردید فکر می‌کنم این مقدار موضوع حتی جنجالی و بسیار مهمی هست که قرار هست که راجع بهش صحبت کنیم در نیم ساعت اول برنامه. اینکه چرا عیسی در میان پیغمبران برجسته شمرده شد. من این سوال رو اتفاقا پرسیده بودم و خیلی عزیزان زیادی، یعنی سوال من در واقع این بود که آیا عیسی برجسته تر از پیغمبران دیگه بود، که خب اکثریت 20 نفر در واقع میشه گفت جوابشون این بود که بله، ولی خب تعدادی هم بود که تعداد کمتری بود که نظرشون بود که نه، چنین چیزی نیست. و خب جزء سوالات و صحبت‌هایی هست و بحث‌هایی هست که همیشه زده میشه و خب خیلی ها عیسی رو هم ردیف با پیغمبران دیگه میدونن، چه قبل و چه حالا بعد از خودش، و هیچ گونه برجستگی خاصی به هر حال یا به قول معروف ارجحیت خاصی نداره عیسی نسبت به پیغمبران دیگه، حالا اگر بخوایم اینطور حساب بکنیم. اما موضوعی که شما انتخاب کردید رو نمیدونم میخواین چجوری شروع کنید و قرار هست به کجا برسه، پس میسپارم دست خودتون و شروع کنید و خودتون جوابگو باشید دیگه. خب اغلب مردم این سوال رو از ما میکنند که میگن خب علت خاصی داشت که شما چسبیدید به عیسی مسیح و مسلمه که این سوال هم مهمه، هم باید جواب بهش به درستی داده بشه. اینکه واقعا در بین این همه ائمه اطهار و پیغمبران و امامان و مقدسینی که هر جامعه‌ای برای خودش داره، چرا عیسی؟ و حتی بعضی ها مطرح میکنن که در قرن 21 که دیگه زمانی هستش که دست از دین و این مسائل برداشته بشه، شما چرا دوباره عیسی رو علم میکنید؟ خب برای این سوال هم جواب کوتاه وجود داره، هم جواب بلند وجود داره که سعی میکنم که هر دوتا رو هم بگم. جواب کوتاهش این هستش که عیسی تنها کسی هستش که مشکل بشریت و مشکل من انسان رو به درستی تشخیص داد و نه فقط تشخیص داد بلکه دوای اون رو هم داد. و دقت کنید که اینجا میگم که عیسی تنها کسی هستش که مشکل بشریت رو درک کرد و علاجش هم داد. خب بشر از همون ابتدای موجودیت خودش همیشه به دنبال جواب به یک سری سوالات اساسی بوده و سعی کرده که براش جواب پیدا کنه، که اگه بخوایم اینا رو جمع‌بندی کنیم همه این سوالات رو ما در زیر 4 سوال اصلی میتونیم خلاصش کنیم. من از کجا اومدم؟ منشأ چی هست؟ مقصود و هدف از زندگی من چی هست؟ چرا هستم؟ که بشر به دنبال معنا هستش برای زندگیش. خوب و بد چی هستند؟ چطور میتونم خوب رو از بد تشخیص بدم که وارد حیطه اخلاقیات میشه؟ و بعد از مرگ چه خواهد شد؟ مقصد چی هست بالاخره؟ خب در طول تاریخ بشر تلاش کرده که از 2 طریق به این سوالات جواب بده. یکیش از طریق دین بوده و دیگری از طریق فلسفه. در این 2 ساحه شما میتونید برای این سوالهای اساسی جواب پیدا کنید. علی‌رغم این همه دینها، این همه فلسفه های مختلف، واقعیت اینه که الان خیلی خوب شاهد هستیم که این سوالات اساسی به همون شکل که برای بشر قرن اول بی جواب بوده، برای بشر قرن 21 هم کماکان بی جواب هست. کماکان بشر قرن فعلی هم به دنبال جواب برای این سوالات هستش و این خیلی خوب روشن میده که مهم نیست دینها چقدر باشند، مهم نیست فلسفه ها چقدر باشند، متاسفانه نتونستند
بشر رو به درستی بشناسند، مشکل او رو به درستی ببینند و علاج درست هم براش تجویز کنند. دین واسه جواب به این سوالات اساسی آدم رو میفرسته به عالم الهی و فلسفه هم به دنبال جواب در عالم مادی داره میگرده. ولی اینو باید دقت کنیم که مهم نیست دین و فلسفه چقدر با هم تفاوت داشته باشن و دیدگاه و جهانبینی که از اون دارن به مطلب نگاه میکنن چقدر با هم فرق کنه، لااقل در یک چیز مشترکن. هر دو، هم دین هم فلسفه، مشکل انسان رو ذهنی قلمداد میکنن، انگار که انسان اگر به سوالهاش جواب پیدا کنه خوشبخت میشه. واسه همین هم دین چاره رو در پیغمبر و امام میدونه که از جانب خدا انسان رو ارشاد کنه. فلسفه هم سعی داره به نوعی با جوابهایی که به این سوالات اساسی بشر میده او رو با خودش و با هم نوع خودش در سازگاری نگه داره و جامعه ای رو به وجود بیاره که بشر درش با هم به صورت گروهی بتونه همزیستی درست داشته باشه. ولی مسئله اینه که متاسفانه تا به حال نه فقط موفق نشده، بلکه وضعیت بشر بیشتر به قهقرا رفته. اتفاقا حرف بیلی گراهام، مبشر معروف که در یکی از پیامهاش داشت صحبت میکرد، چقدر اتفاقا درست به همین مطلب اشاره میکنه که اگه موجودات فضایی میبودن و از اون بالا در یک نگاه به تاریخ بشر نگاه میکردند و سعی میکردن بفهمن که بشر در طول تاریخ خودش چه چیزی رو تونسته به وجود بیاره، فقط به یک کلمه میرسیدن. بیلی گراهام میگه که اون کلمه جنگه. بشر تنها چیزی که در طول تاریخ خودش تولید کرده جنگ و محاربه بوده، چه در سطح جهانی، چه در سطح ملی، چه در سطح شهری و خانوادگی. و تازه بنیادهای این جنگ‌هاش هم بر اساس بهره‌کشی از هم بوده یا برتری انگاره های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی و نژادی و مذهبی و همینطور برو. همین مطلب نشون میده که علیرغم این همه پیشرفت در ساحه های علمی و یافتن جوابهایی که انسان رو به مدرنیته رسونده، از طرف دیگه وقتی که نگاه میکنیم و اوج گرفتن این همه جنگ ها و کشمکش ها رو میبینیم، اینا خودش خیلی خوب نشون میده که برخلاف تصور دین و برخلاف تصور فلسفه، مشکل انسان ذهنی نیستش. مشکل انسان اخلاقی است. مشکل انسان در قلبشه و این همون چیزی هستش که مسیح برش انگشت میذاره و علاج این مشکل اخلاقی انسان، مشکل قلبی انسان رو هم مسیح عطا میکنه. واسه درک این مشکل، اونطور که مسیح داره مسئله رو میبینه و علاج رو اونطور که مسیح داره عطا میکنه، مسلمه که باید به زمینش که جهانبینی مسیحی هست نگاه بکنیم. خب علت این که دین و فلسفه به جوابهای غلط رسیدن به خاطر این هستش که روش تحقیق خودشون رو درست نچیدن. روش تحقیق، حالا اسمشو میذارن علمی یا آکادمیک، با مشاهده شروع میشه، ولی نه هر مشاهده‌ای، با مشاهده درست شروع میشه. یعنی این که ما اگه میخوایم واقعاً به این مسئله جواب پیدا کنیم، جواب درست، باید به خودمون که بشر هستیم با صداقت نگاه کنیم. خیلی جالبه، یه قسمتی در عهد جدید هست در نامه‌ای که پولس به رومیا می‌نویسه. پولس در این زمینه حرفای جالبی داره. میگه ببینید وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم بر اون چه که خوبه و بر اون چه که بده واقفم، آگاهم، ولی زمانی که میخوام اون چه که خوبه عمل بهش بکنم و اون چه که بده خودم رو از عملش دور نگه دارم، میبینم که توان این کار در من نیستش. چرا که قدرت دیگه‌ای رو پولس میگه، قدرتی که
بیشتر از آن چیزی که من دارم میبینم که در درون من داره عمل میکنه. و پولس میگه که تنها چیزی که در این مشاهده فقط میتونه از دهنم بیرون بیاد اینه که وای که چه فرد بدبختی هستم، چه کسی میتونه منو از این وضعیت نجات بده. مشاهده درستی که بخوایم روی انسان انجام بدیم و جهان شمول هم باشه، یعنی در مورد همه صدق کنه، همینه. و این مشاهده درست ما رو به فرضیه درست میرسونه. فرضیه درست هم به اندازه کافی آزمایش میشه و زمانی که دلایل ثابت کنندش به اندازه کافی ما رو ارضامون کرد، اون موقع تبدیل به یک اصل حقیقی و یا حقیقت میشه. جهانبینی مسیحی بر اساس مکاشفه الهی که در کتاب مقدس در مقابل چشم انسان قرار داره، بر این باور هستش که مشکل انسان ندانستن نیست، مشکل انسان نتوانستنه. برای همین هم جواب مشکلش نه پیغمبره، نه امامه، نه فیلسوفه و نه عارف. انسان بیش از هر چیز به کسی نیاز داره که اون چرا که خودش نمیتونه برای خودش انجام بده واسش انجام بده. یعنی انسان احتیاج به یه نجات دهنده داره. خب ممکنه که اینجا وقتی که میگیم انسان به یه نجات دهنده احتیاج داره، مطرح بشه که منظورمون چی هست؟ نجات از چی؟ خب بر اساس اون چیزی که خدا در کتاب مقدس واسه بشر مکاشفه میکنه، میبینیم که خدا بشر رو به صورت و شکل خودش میآفرینه که البته این شباهت شخصیتی هستش. و میبینیم که خدا در وجود بشر روح خودش رو میدمه. حضور روح خدا در بشر بیش از هر چیز دو امر مهم انجام میده. اول اینکه بشر رو مثل خدا جاودانه میکنه، ابدی میکنه. و دوم اینکه بین بشر و خدا رابطه دو طرفه به وجود میاره و تا زمانی که بشر در این رابطه دو طرفه است، برای اون سوالهای اساسی خودش جواب داره. خدای کتاب مقدس بر اساس آنچه که ما از او در کتاب مقدس به شکل مکاشفه میبینیم، اتفاقا با همه خدایان دیگری که در ادیان میبینیمش فرق داره. خدای کتاب مقدس خدایی هستش که همیشه میخواد با خلقت خودش در رابطه باشه و به خصوص با انسان، اون هم در رابطه ای که دو طرفه هست، بدون وکیل وصی هستش، برای اینکه انسان رو به صورت خودش آفریده. باید دقت کنیم که ویژگی یک رابطه درست این هستش که بر اون رابطه اراده آزاد حاکم باشه و طرفین درش حق انتخاب داشته باشن که بخوان که تو این رابطه باشند یا نباشند، چیزی زورکی نباشه. و بشر در این رابطه از اراده آزاد برخوردار بود، ولی متاسفانه بشری که به صورت خدا آفریده شده بود از اراده آزاد خودش به غلط استفاده کرد و بران شد که مستقل از خدا به زندگی خودش ادامه بده و در واقع این او باشه که تعهدات این رابطه رو تعریف میکنه. هر رابطه‌ای تعهد داره و بشر میخواستش که تعهدات رابطه‌ای رو که با خدا داره، خدا نه خودش تعریف کنه و خدا در رابطه‌ای که بشر بخواد حد و حدود اونو تعریف بکنه مسلمه که نمیمونه. برای همینم خدا از این رابطه میره کنار و با نبود خدا در این رابطه روح او هم از انسان میره و انسان بدون روح خدا آن دو امر مهم رو از دست میده. اول اینکه دیگه جاودانه نیست، مرگ بر سرنوشتش حاکمه و دیگه با خدا در رابطه دو طرفه قرار نداره، برای اینکه روح خدا در وجود او نیستش که بخواد در اون رابطه دو طرفه برای تمامی سوالهاش جواب داشته باشه. انسان وقتی که خدا رو در این رابطه از دست میده،
در واقع خدایی رو که مقام پدر رو در زندگیش داشت و براش هویت می آورد، براش امنیت می آورد، براش حفاظت می آورد، اونو از دست میده. خدا این مطلب رو در پیشدانی خودش دیده بود و این کاری که بشر کرد براش سورپرایز نبود، براش اتفاق غیر مترقبه نبود. واسه همین هم پیش از اینکه حتی خلقت رو انجام بده، نقشه نجات بشر رو از این وضعیت خدا کشیده بود. نقشه نجاتی که هدفش این بود بشر دوباره برگرده به جاودانگی خودش و بشر دوباره برگرده به آن رابطه دو طرفه‌ای که با خدا داشت و تازه اون هم نه اون دنیای خیلی عالی عدن، دنیای ایدئال عدن، بلکه اتفاقا در همین دنیای سقوط کرده ما که نظامش به هم ریخته بود و برش هر روز مرگ حاکمیت داشت، مخصوصا در همین روزهایی که ما دیگه به چشم خودمون حاکمیت مرگ رو از طریق کرونا میبینیم. اراده خدا این بود که بشر از اون وضعیت به این شکل نجات پیدا کنه. پس نجات در واقع میشه بازگشت بشر از این وضعیت مرگ به جاودانگی و به اون رابطه دو طرفه‌ای که با خدا داشت. بله. ولی اینو بعد فریدون اگه اجازه بدید یه تنفس کوتاه داشته باشیم، صحبتتون فراموش نکنید و در خدمتتون خواهیم بود بعد از یک استراحت کوتاه. باشید. خوش آمده دوباره خدمت یکایک شما دوستان عزیز. اگر تازه به برنامه علامت سوال پیوستید، در نیم ساعت اول برنامه هستیم و موضوع بسیار مهمی که مطرح شده، چرا عیسی، چرا از میان پیغمبران او برجسته شمرده شد، همراه با کشیش دکتر فریدون مخوف عزیز. بعد از فریدون عذرخواهی میکنم، من مجبور شدم میان صحبت هاتون بحث رو قطع کنم، اما داشتید در ارتباط با نجات صحبت میکردید. نجات از چی و ادامه صحبت ها؟ خب وقتی که ما در مورد نقشه نجات سالی جان صحبت میکنیم، مردم اغلب اینو مطرح میکنن که خیلی خوب، خدا مگه نمیخواست نجات بده دیگه، چرا وارد یک چنین نقشه پیچیده‌ای بشه؟ خب همون لحظه با یه بشکن قضیه رو تموم میکرد میرفت دیگه. خب این اونجایی هستش که ما انسان ها فکر میکنیم که میشه، ولی خدا نمیتونه این کار انجام بده و این لغت خدا نمیتونه این کار رو انجام بده در واقع انگاری با خدا جور در نمیاد، چون ما میگیم خدا به هر کاری قادره. خدا به هر کاری قادر نیست، بستگی داره که کار چیه. مثلا خدا نمیتونه خودکشی بکنه، برای اینکه ذهن خدا به این شکل معیوب عمل نمیکنه. خدا مخالف ذات خودش نمیتونه واقعا عمل بکنه، برای اینکه هر چیزی که با ذات خدا مخالف باشه خدا نسبت بهش عکس العمل نشون میده. بنابراین خدا باید نقشه نجاتش رو طوری تقریزی بکنه که در این نقشه هم شخصیت خدا و هم صفات شخصیتی خدا به هیچ عنوان خدشه‌دار نشه. ببینید اگه قرار بود که انسان دوباره جاودانه بشه، گفتم هدف نجات چیه دیگه، اگه قرار بود انسان از این وضعیت مرگ آزاد بشه، نجات پیدا کنه، دوباره جاودانه بشه و دوباره در رابطه دو طرفه‌ای با خدا قرار بگیره، باید این نقشه طوری میشد که قدوسیت خدا که عدالت میطلبه ارضا میشد به شکل درست، نه به شکل سوری و کشکی. به چه شکل؟ لازم بود که
یک نفر که انسان هست میبایست جاودانه می بود، پس باید هم جاودانه می بود هم بشر می بود و می اومد جاودانگی خودش رو به ضمانت میذاشت و به جای بشر محکومیت مرگش رو به خاطر این وضعیت گناهی که درش اسیر بود پذیرا میشد. خب ما از کجا بشری رو پیدا می کردیم که این بشر جاودانه می بود؟ بنابراین میبینیم که خدا خودش باید آستین بالا بزنه و اینجاست که شخص دوم از تثلیث اقدس خدا که به زبان انسانی کتاب مقدس ازش به عنوان پسر یگانه خدا یاد میکنه، میبینیم که انسان میشه، در جسم عیسی به میان انسان ها میاد. عیسی خدای مجسم هست، دارای الوهیت کامله و در عین حال دارای بشریت کامله. حالا این شخص میتونه ناجی درست برای بشریت باشه بی آنکه قدوسیت خدا خدشه‌دار بشه، یعنی قدوسیتش به شکل درست ارضا بشه، عدالت الهی در واقع به انجام خودش برسه. و میبینیم که عیسی به خاطر بشریت جان خودش رو در روی صلیب فدا میکنه، میمیره، دفن میشه، از مردگان زنده میشه. و میبینید که همه اینها مثل زنجیر به هم وصل هستند، از همدیگه جدا نیستن. واقعی نیستش که هر کدوم به شکل مستقل از دیگری باشه و کوچکترین خدشه در این وقایع، در این زنجیر، باعث گسستن همه زنجیر میشه. خدا پس در این نقشه نجات که داریم میبینیم، برای اینکه نقشه نجات به درستی انجام بگیره باید در ذات خودش واحد باشه، ولی از نظر شخصیت باید بیش از یک شخص باشه. این اون چیزی که کتاب مقدس داره نشون میده و چقدر درسته، برای اینکه اگر بیش از یک شخص نباشه و خدا بخواد انسان بشه که جاودانگی رو ضمانت بذاره و روی صلیب بره، در روی صلیب زمانی که میمیره آیا دنیا بی خدا میشه؟ باید خدا بیش از یک شخصیت می بود. برای همین هم هستش که میبینیم در کلام خدا از ماهیت خدا به شکل تثلیث، یعنی خدایی که در ذات واحده ولی در شخصیت بیش از یک شخصه، که در کتاب مقدس ما می‌بینیم که خود رو به سه شخص، پدر، پسر و روح القدس آشکار میکنه و این باطل میکنه تمامی اون در واقع واحد انگاری در رابطه با خدا رو که خدا به اصطلاح هم ذات واحده و هم وقتی که شما میگید ذات واحده دیگه نمیتونید برای خدا شخصیت به وجود بیارید. و تازه جلوتر که بریم لازم هستش که عیسی به عنوان شخص دوم که داره جسم میشه نباید پدر زمینی داشته باشه، برای اینکه پدر زمینی داشتن یعنی اینکه او هم در اون وضعیتی که من و شما توش اسیر هستیم، وضعیت گناه، یعنی او هم در اون وضعیت می بود. بنابراین میبایست از پدر آسمانی، از روح القدس و از مادری که باکره هست به دنیا بیاد. پس میبینید که هر گونه خدشه در اینها اون قربانی اصلی رو کلن به هم میریخت. بعد فردون اینجا شاید سوال پیش بیاد که چرا اگر عیسی از پدر و مادر زمینی متولد میشد همچنان مثل ما ذات گناه آلود داشت؟ بله، برای اینکه تمامی یعنی چشمه از سر چشمه آلوده شد. ما زمانی که در باغ عدن داریم آدم و حوا رو میبینیم که آدم و حوا به عنوان آغازگر نسل بشر، زمانی که در اون رابطه دو طرف دیگه نیستند، اینها خود را در وضعیتی قرار میدند که خدا اسم اون وضعیت رو میذاره گناه. خب دین سعی میکنه به انسان بگه که گناه عمله، یعنی تو
یه سری کارها رو بکنی یه سری کارها رو نکنی گناه مرتکب شدی، در حالی که گناه عمل نیست، گناه وضعیت. کلاسیک ترین تعریفی که ما برای گناه داریم در واقع در عبری هامارتیاست، یعنی اینکه انسان یهویی هدف جلوی چششه و یهویی هدف از جلوی چشش محو میشه. خب هدف به عنوان مقصد، شما وقتی که مقصد رو میدونی که کجا داری میری و یهویی دیگه نمیدونی مقصد رو، خب این وضعیت رو انسان اسمشو میذاره گم شدگی. ما زمانی که گم میشیم یعنی اینکه اون مقصدی رو که میخواستیم بهش بریم دیگه نمیدونیم، نه راه رو میدونیم و نه مقصدمون رو میدونیم، پس گم شدیم. اینکه من تو خیابون تو مغازه ها از این ویترین به اون ویترین سلانه برم، این خرید و یا این ویترین گردیه. من گم نشدم، راه رو میدونم، مقصدم میدونم، فقط دارم وقت خودم رو صرف میکنم. ولی اگر مقصد رو نمیدونم و راه رو هم نمیدونم من گم شدم. گناه در واقع وضعیت گم شدگیه و زمانی که انسان در وضعیت گمشدگی قرار گرفت، تمامی نسل بشر در وضعیت گمشدگی قرار گرفتند و این وضعیت به اون انسانهای جدیدی که هی به دنیا می اومدن از طریق پدر به اون شکل چیکار میکرد؟ اونها رو در اون وضعیت قرار میداد. و اگر قرار بود که عیسی از پدر زمینی که در یک چنین وضعیتی هست جسم بگیره، در واقع عیسی هم در اون وضعیت اسیر به دنیا می اومد. بنابراین خود عیسی هم احتیاج به نجات دهنده می داشت، پس نجات دهنده مناسب نمیتونست باشه. برای اینه که لازم بود که از مریم باکره باشه و لازم بود که حقیقتا بمیره. برای این خدا نمیتونه سر خودش رو کلاه بذاره، لازم بود که تاوان این کاری رو که بشر کرده، این بشری که الوهیت رو داره ضمانت میذاره، به شکل واقعی در روی صلیب جان خودش رو فدا بکنه و مرگش سوری نباشه. ولی در عین حال آخه این مرگ که مال او نبود، این مرگ به خاطر گناهان من و شما بود و چون به خاطر این بود میبینیم که عیسی روز سوم به قدرت روح القدس اونطور که کلام میگه از مردگان زنده میشه و ما از این طریق میدونیم که آن قربانی که برای آزاد شدن من، اون ضمانتی که برای آزاد شدن من از این وضعیت داده شده، اون ضمانت درستیه و قدوسیت خدا باهاش دیگه هیچ مشکلی رو نداره. انگاری که در دادگاه الهی چی میشه؟ میگه بله این گناه تاوان داده شد بابتش و این فرد که اینجا هست میتونه آزاد باشه و بره، که این رو در علم الهی بهش میگن عادل شمردگی. خب و بعدش لازم هستش که عیسی به آسمان برگرده و حاکمیت خدا رو به شکل عملی برقرار بکنه و انسان در این حاکمیت خدا زندگی جاودانه خودش رو اتفاقا در همین دنیایی که در دست مرگ اسیره در رابطه دو طرفه با خدا ادامه بده. خب تا اینجا حرفای من میتونست الهیات باشه. من باورم بر این نیستش که الهیات یک مسئله نظری هست، نه، اتفاقا الهیات همیشه یک جنبه الهیات عملی رو هم داره. الهیات نظری فقط نظری، الهیات مسمومه. حالا از کجا میدونم که این الهیاتی که کتاب مقدس به این شکل که خیلی خوب به همدیگه جفت و جور شدن داره مطرح میکنه درسته؟ خیلی راحت. کتاب مقدس مشکل من انسان رو مطرح میکنه و جواب اونم میده. من اگر صادقانه به خودم نگاه بکنم خواهم دید که بله این مشکل در منم هست. نیازی نیستش که خودم رو به کوچه علی چپ بزنم. بله خیلی چیزا رو میدونم خوبه، ولی واقعیت اینه که نمیتونم انجام بدم. چه کسی نمیدونه دروغ گفتن بده؟
ولی همش داریم دروغ میگیم و براش بهانه میتراشیم. آقا این دروغ مصلحتی بود، اون دروغ سفید بود، این دروغ سیاه بود و شاید میگیم خالی بندی و این حرفا. ولی واقعیت این هستش که ما میدونیم بده ولی نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم و خیلی چیزا رو میدونیم خوبه ولی باز نمیتونیم انجامش بدیم. بنابراین اگر صادقانه به خودمون نگاه کنیم و مشکلمون رو، نیاز نیست در دیگران، به خودم نگاه میکنم. خب منم انسان هستم و میتونم خودم رو در آزمایش قرار بدم. خب منطقی ترین کار چی هست؟ ما وقتی که سرمون درد میکنه منطقی ترین کار پاراسیتاموله. وقتی که سرما میخوریم منطقی ترین کار خون موندن در خونه و ویتامین C از این حرفاست. اینجا هم منطقی ترین کار اینه که اونی که داره به من میگه که آقا این مشکلته، اینم علاجشه، علاج رو وردارم. اگر مشکلم برطرف شد که همه اون چیزایی که گفته شد پس درسته، برای اینکه زنجیروار نهایت به این رسید که مشکل من انسان رو برطرف کرد. اگرم که مشکلم حل نشد میگم ای بابا اینم دکترش چاخان بوده این کارو نکرده. خدا در طول قرون در سطح جهانی مهم نیستش انسان ها از چه قبیله، نژاد، قوم، جنسیت، رنگ و فلان، میلیون ها مورد وجود دارند که این مشکل رو به شکل مشترک در خودشون دیدند، از این علاجی که عیسی داده استفاده کردند و خوب شدن. خب میگید خوب شدن یعنی چی؟ میگم خوب شدن یعنی اینکه الان در تولدی تازه در جاودانگی زندگی میکنن. اونها جاودانند، مرگ براشون تغییر آدرسه و در عین حال با خدا در رابطه دو طرفه دارن زندگی میکنن بدون وکیل وصی و اون هم بر اساس عشق و محبت، نه وظایف دینی، که خود من هم یکی از این میلیون ها آدم ها هستم و این تجربه و شهادت هر فرد مسیحی درسته. بنابراین برمیگردم به اون جواب کوتاهم. چرا عیسی؟ برای اینکه عیسی تنها کسیه. دوباره میگم، زیر تنها رو خط میکشم. عیسی تنها کسی هستش که مشکل من انسان رو به درستی تشخیص داد و علاجش رو هم به درستی تجویز کرد. و تنها کاری که برای انسان باقی مونده این هستش که از این علاج استفاده کنه. سنگ مفت، گنجیش مفت. بله. ولی سالی جان انسان ها نمی کنن. باور کنید نمی کنن. نگاه میکنن به خودشون، مشکل رو میبینن، علاج هم اونجا هست ولی علاج رو استفاده نمی کنن. نه برای اینکه میگن نه این علاج کارگر نیست، نه اتفاقا برعکسش، میگن اگر درست باشه چی؟ برای اینکه اگر من اونو استفاده کنم و درست باشه، این به این معنی است که تمامی باورهایی که تا الان داشتم چاخان بوده. دقیقاً. تمامی اون سیستم زندگی که برای خودم به وجود آوردم باید ازش دست بردارم. و واقعیت اینه که انسان ها نمیخوان دست بردارن. که نور به جهان اومد ولی انسان ها تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتن، از آنجا که اعمالشان بد است. درست، همینطور. خیلی ممنون، مرسی برادر فریدون عزیز. نمیدونم حالا شاید اسمش رو گذاشت یک نوع ترس، یک چیزی که همونطور که شما گفتید این که متوجه بشن که به هر حال یک عمر یا سالیان سال در باورهای اشتباه به سر بردن، نمیدونم به دلایلی نمیخوان از اون باورها بگذرن یا ترس از دست دادن اونها رو دارن یا ترس از این که حالا اون باورها چی میشه و حاضر نیستن که همونطور که شما گفتید حتی اگر راه درست رو پیدا کردن یا شنیدن انتخاب کنن. متاسفانه که خب البته باز هم ایمان باب بر این هست که
خیلی از این عزیزان به هر حال اگر واقعا جویای حقیقت هستن، حقیقت اونها رو آزاد خواهد کرد. خیلی ممنون، مرسی بعد فریدون عزیز از توضیحات عالی که دادید. مطمئن هستم که بینندگان عزیز هم برکت گرفتن و همچنین سوالات بیشماری دارن در این باره. پس اگه اجازه بدید با هم بریم یک استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم با سوالات شما عزیزان. با ما باشید. بله دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال. نیم ساعت اول برنامه به اتمام رسید در ارتباط با اینکه چرا عیسی و چرا در میان پیغمبران او برگزیده و برجسته شمرده شد. با کشیش دکتر فریدون مخوف عزیز هستیم. اما از همکنون تلفن برنامه هم باز هست. اگر شما عزیزان میخواید مستقیما زنگ بزنید، میتونید سوالاتتون رو به طور مستقیم بپرسید و بقیه راه‌های ارتباطی هم که باز هست و خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم. چند تا پیغام محبت آمیز از دوستان عزیز من میخونم. محسن عزیز گفتن درود بر شما، شکر برای وجود شما عزیزان. خیلی ممنون، همچنین برای شما. آناهید عزیز هم گفتن سلام و درود و صلح و سلامتی خداوند همواره بر شما خواهرسالی عزیزم. درود و آرامش خداوند بر تیم خدمتی خانواده الهی من 107 پارس عزیز. آمین. خیلی ممنون آناهید عزیز از اینکه بیننده برنامه هستید. و همچنین دوست عزیز ما آناهید عزیز از کشیش فریدون مخوف هم تشکر کردن، گفتن شکر برای وجودتون. دوست عزیز ما همچنین آقای سعید گفتن کشیش فریدون سلام و عرض ادب، کلام شما واقعا به دل میشینه، شما فوق العاده هستی برادر، ممنون برای کلام تاثیرگذار شما. خیلی ممنون آقای سعید، مرسی. و همچنین دوست عزیز ما با نام کاربری کلمه جسم گردید گفتن که ممنونم برادر فریدون از شما به خاطر قلب مهربان و دلسوزی که دارید و خدا رو شکر برای وجود شما که به کلیسای فارسی زبان عطا کرده. بله دوستان هم پیغام هاشون رو فرستادن و آزای عزیز هم گفتن که کسی که فروتن هست و تشنه خدا و سیر از دنیا باشه مسیح رو ملاقات میکنه و جلال مسیح رو میبینه، باید خاص و صادق بود. آمین برادر فریدون. خیلی ممنون، مرسی از شما دوستان عزیز از اینکه با ما در تماس بودید و نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. خب اگه اشتباه نکنم تلفن داریم، درسته؟ بله آقای امانوئیل، سلام بر شما، در خدمتتون هستید. درود بر شما و مهمان عزیزتون. خواهش میکنم بفرمایید. من دقیقاً برای این موضوعی که امروز دارید بحث میکنید دیروز با یکی از دوستان حالا همسایه خودم هم هست، سنی هستیم، یه برادری هست سنی نوجوان و ایشون میدونید که الان فصل روزه مسلمان ها هستیم و من این همسایه رو یه مقداری باش رابطه دارم، مثلا یه چیزی وسیله‌ای خواست از من میگیره، تا اینکه دیروز من تو خیابون دیدمش، من از خرید میدم ایشون هم از خرید میومد و
دقیقا همین سوالی که امروز دارید میکنید خدا هدایت کرد برای بشارت انجیل و من بهش گفتم برو سوره مریم رو باز کن، چون من خودم توی ایران از سوره مریم و آبستن شدن یک دختر به روح خداوند و متولد شدن یک فرزند بدون عمل انسان، یعنی یک خانم و آقا، به ایشون بشارت دادم. ولی ایشون این کلام خودشون رو، قرآن خودشون رو آگاهی نداشت و فقط ارائه میداد به انسانها و مراجع خودشون و اشخاص دیگه. من از آقای دکتر سوال دارم که حقانیت عیسی مسیح رو به نظر ایشون توی قرآن میشه اثبات کرد یا نه؟ خیلی ممنون. مرسی امانوئیل عزیز از تماستون و از سوالی که مطرح کردید. بعد فریدون سوال رو شنیدید؟ بله، حقانیت عیسی رو در قرآن، البته نیازی نیست که انسان بخواد حقانیت عیسی رو از قرآن ثابت کنه، ولی سوال رو به این شکل مطرح کنیم: آیا حقانیت عیسی مسیح در قرآن هم انعکاس خودش رو داره؟ بله، در قرآن هم انعکاس خودش رو داره. ما خب در اونجا تولد عیسی از باکره رو داریم، از روح خدا رو داریم، اصلا میگن عیسی روح الله. بنابراین خود همین عیسی روح الله بودن و عیسی کلمت الله هم بودن که در بعضی موارد گفته میشه، گرچه این مسئله رو بیشتر به موسی اطلاق میکنن چون شریعت رو آورد، ولی همین که در جامعه اسلامی عیسی به روح الله معروفه به خاطر این هستش که تولد او تولد عجیبش هست. و در این حال ما به آسمان رفتن عیسی رو هم در قرآن داریم که در فکر کنم سوره الزخرف آیه 61 هستش که در اونجا اشاره میکنه به این که البته عیسی از آسمان به زمین آید و به آن دانسته شود ساعت قیامت. و اونجا خیلی جالب هستش که در عربیش میگه فتبعونه هازا صراط المستقیم. فتبعونا یعنی حرف منو پیروی کنید، حرف منو در واقع به گوش بگیرید. هازا صراط المستقیم، این است راه راست، که این است راه راست اشاره نمیکنه به حرف من، اشاره میکنه به اون موردی که گفتم، یعنی عیسی از آسمان میاد و با اون قیامت شروع میشه. و همونطور که میدونید قیامت فقط در قدرت خداونده و وقتی که عیسی الان در آسمانه و قدرت این که انسانها رو داوری کنه بهش داده میشه، یعنی در واقع مقام الهی او در اونجا، یعنی عیسی هستش. تنها چیزی که ما میبینیم که قرآن سعی میکنه که اونو رد بکنه مرگ عیسی مسیح هستش و معتقده که عیسی مسیح، یعنی باور داره که یک نفر که به شکل عیسی بود روی صلیب رفت، ولی انکار میکنه که اون عیسی خودش بود، بلکه میگه که خدا یهودای اسخریوطی رو عوضش کرد و در چهره و شباهت عیسی در آورد و اونی که در روی صلیب مصلوب شد یهودای اسخریوطی بود که این کاملا مخالف است با تمامی شواهد تاریخی که وجود داره در رابطه با اینکه یهودا چجوری مرد و اینکه خود قرآن داره مطرح میکنه که یک چنین واقعه تاریخی در تاریخ وجود داشته که یک نفر به صورت عیسی در روی صلیب جان خودش رو فدا کرده، ولی او عیسی نیستش و مطرح میکنه که نه، خود پیغمبر خدا که اینجوری نمیمونه، خدا او رو مستقیم در حالی که زنده بود به آسمان برد. پس شما اگر نگاه کنید به سوره مریم و همینطور سوره های مختلف دیگه، برای اینکه قرآن که تاپیکال نمیره جلو، آیات در واقع با همدیگه قرقاتی هستن، بنابراین شما باید آیات را جای مختلف بکشید بیرون و هر کدوم از این آیات هم برای خودش یک زمینه داره که بهش میگن شأن نزول آیات، که دیگه وارد این قضیه نمیشم. بله، در قرآن هم اینها خودش رو نشون میده و من مطمئنم که افرادی که با قرآن آشنایی دارند از تمامی این حقایق آگاه هستند و جالبیش این هستش که بسیاری
از مؤمنین مسلمان هم وقتی که نگاه میکنند به قرآن در واقع برجسته بودن عیسی رو در قرآن میبینند. عیسی پیغمبری هستش که دائم معجزه میکنه، حتی مرده رو زنده میکنه و شما هیچ پیغمبری رو ندارید از جمله خود پیغمبر اسلام رو که به اصطلاح یک چنین معجزاتی رو انجام داده باشه. تنها معجزه‌ای که به پیغمبر اسلام اطلاق کرده میشه یکیش قرآن هستش و یکی هم واقعه شق القمر که ماه از وسط دو پاره شده بوده. وارد این قضایی البته دیگه نمیشم چون اینو باید اسلام شناسان در این رابطه بگن، ولی این سوال که آیا ما چهره برجسته عیسی رو در قرآن هم میبینیم؟ البته که میبینیم. من یه دوستی رو داشتم که قرآن رو خوند، مسیحی شد. بله همینطور. اتفاقا چند تا مورد رو ما میبینیم، حالا حداقل چیزایی رو که گذاشتن توی حالا یوتیوب و اینا، شهادت هایی هست که افرادی بودن که از طریق قرآن ایمان آوردن و بسیار جالب هست. به هر صورت خیلی ممنون، مرسی امانوئیل عزیز از سوالی که مطرح کردی و ممنون از شما کشیش فریدون. داوود نجات ثابت عزیز سوالی رو مطرح کردن، گفتن که طرح این سوال برای مسیحیان ایماندار عجیب به نظر میاد، زیرا ما ایمان داریم که عیسی کلمه خداست، خود خداست و شخص دوم تثلیث اقدس که انسان شد و به طبع از هر انسانی بالاتر است. ولی بیایم کمی از گزارش‌های کلام بخوانیم. عیسی گفت هیچ مادری انسانی بالاتر از یحیی به دنیا نیاورد، در حالی که خود یحیی میگوید عیسی از او تواناتر است و او لایق آن نیست نعلین عیسی را باز کند. در عبرانیان در خصوص برتری عیسی بر موسی این چنین آمده که موسی خادم خانه خدا بود ولی عیسی مثل پسر بر خانه خداست. و باز هم در همان عبرانیان آمده ملک صدیق کاهن خدای تعالی بود و از ابراهیم بزرگتر بود، از این سبب ابراهیم به او 10 داد و رتبه کهانت عیسی بر رتبه ملک صدیق است. حال میرسیم به شهادت افضل که به قول توما عیسی خدا و خداوند ماست. آمین. داوود جان چطورید؟ خوبید؟ مدتی است از شما نشنیدم، امیدوارم حالتون خوب باشه. و البته من دیگه اینجا سوالی رو ندیدم که من جواب بدم، ولی داوود جان خودشون مطلب مهمی رو در اینجا مسلمه که مطرح کردن و خدا برکتشون بده. اگر سوال خاصی رو دارن که منم اون رو صحبتشون این هست که اگر نظری دارید در رابطه با این موضوعاتی که مطرح شد نظرتون رو بگید. مسلمه. عیسی ما در زمانی که در رابطه با یحیی داره مطرح میکنه میگه در میان انسان‌ها. خب عیسی خودش میدونست کی هستش، بنابراین خودش رو که شامل نمیکرد و داره مطرح میکنه که در میان انسان‌ها از هیچ مادری کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده، ولی در پادشاهی خدا آنهایی که روح القدس رو دارند، چون الان زمانی که عیسی داره اینو میگه هنوز به آسمان نرفته بود، بنابراین روح القدس در چارچوب عهد عتیق خدمت خودش رو انجام میداد، هنوز در انسانها ساکن نبود، میومد کاری رو انجام میداد دوباره میرفت. ولی بعد از مرگ و زنده شدن عیسی که قرار بود عیسی بره و موعود پدر رو بفرسته، قرار بود بر فرزندان یعنی بر مؤمنین ساکن باشه و عیسی داره مطرح میکنه که با سکونت روح خدا در انسانها، شروع جاودانگی انسانها و داشتن رابطه دو طرفه با خدا در عهد جدید، موقعیت انسانی که به مسیح ایمان آورده با موقعیت انسانی که در عهد عتیق قرار داره بالکل عوض خواهد شد که غیر قابل مقایسه خواهد بود. و عین همین مطلب رو نویسنده رساله به عبرانیان خیلی عالی میاد در واقع عهد عتیق رو ور میداره و عیسی رو ور میداره و با تمامی آن سمبل هایی که در عهد عتیق به شکل اشاره همه اشاره میکردن به منجی، همه رو با هم مقایسه میکنه و خیلی عالی ثابت میکنه که عیسی از همه
برتر است. اولش از فرشتگان شروع میکنه و همین جور میره به پیغمبران موسی، ابراهیم، کاهن و حتی خانه خدا و بعد میرسونه صحبت خودش رو به اون ابر شاهدان و افرادی که با ایمان به این عیسی در عهد عتیق چشم دوخته بودند به اون امیدی که قرار بود بیاد و عهد عتیق اونها رو هدایت میکرد به طرف این عیسی. و بعد در فصل 12 میبینیم که نتیجه میگیره از صحبتاش و میگه که پس در این میدانی که پیش روی ماست با اطمینان، با قوت بدویم، به دوروبر نگاه نکنیم یا در ایران به جفاها نگاه نکنیم، به این که چقدر بر ما سختی هست نگاه نکنیم. و بعد میگه برای اینکه هنوز در مجاهده با گناه ما تا به حد مرگ، تا به حد خون مقاومت و مجاهده نکردیم. و بعد که در فصل 13 دیگه برکات و این حرفا هستش که وارد نمیشم. تمامی داستان عبرانیان همینه، برتری عیسی به مذهب و تمامی آن چیزا. البته وقتی میگیم مذهب درستی که بر اساس عهد عتیقه که همه اونها تصویری از آن چیز واقعی بودن که خدا برای نجات بشر نقشه کشیده بود. خیلی ممنون، مرسی برادر فریدون عزیز از توضیحاتی که دادید. اما اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو ببینیم، بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بقیه سوالات. با ما باشید. هللویا هللویا جلال بر تو جلال بر تو خدا هللویا هللویا جلال بر تو جلال بر تو خدا
خداوند و از تمام قوم‌ها متعال است و جلال او بر فراز آسمان هاست. کیست مانند یهوه خدای ما؟ خداوند و از تمام قوم‌ها متعال است و جلال او بر فراز آسمان هاست. کیست مانند یهوه خدای ما؟ هللویا هللویا جلال بر تو جلال بر تو خدا. هللویا هللویا جلال بر تو جلال بر تو خدا. آمین. موزیک ویدیو بسیار زیبایی رو شنیدیم، در واقع آهنگ پرستشی رو که با هم شنیدیم. دوستان عزیز، در ادامه برنامه علامت سوال و ادامه سوالات و نظرات شما عزیزان در خدمت شما هستیم. تلفن داریم. آقای خسرو هستن پشت خط. سلام بر شما خسرو جان. من عذرخواهی میکنم که یه مقدار مجبور شدید که صبر کنید. در خدمتون هستیم. اشکال نداره. درود بر شما عزیزان. یه سوالی داشتم از برادر فریدون عزیز. گفته میشه که ذات خدا یکیه، یک شخص در سه شخصیت، و همینطور شنیده میشه که یک ذات خدا یکیه، یک شخصیت ولی در سه شخص. کدوم یکی درسته؟ یک شخصیت در سه شخص یا یک شخص در سه شخصیت؟ چرا؟ خیلی ممنون میشم. من از تلویزیون گوش میدم. خیلی ممنون. مرسی خسرو جان. تشکر از تماستون و سوالی که مطرح کردین. بعد فریدون. بله، مرسی خسرو جان. امیدوارم که حالت خوب هستش دوست عزیز من. خسرو جان، این صحبت که یک شخص در سه شخص غلطه. این رو مردم به اشتباه میگن، یک شخص در سه شخص. در واقع ما این سه شخصیت آشکار شده از خدا رو در کتاب مقدس اونجا داریم که اینها از نظر جوهر، از نظر ماهیت یکی هستند، ولی این صحبت شما اینجاش میخوره. با اینکه از نظر ماهیت یکی هستند، از نظر شخص بودن جدا از همند، متمایزن از هم، ولی در عین حال متحد با هم. به این شکل لااقل از نظر علم الهیات باید بیان کنیم. بنابراین یک شخص در سه شخص دقیق نیست. ما سه شخص میبینیم که این سه شخص از نظر جوهر و ذات یکی هستند که میشه وحدانیت خدا، ولی از نظر شخصیتمندی ما سه شخص متمایز از هم ولی متحد با هم رو میبینیم. این اون چیزی هستش که از نظر ماهیت خدا در کتاب مقدس به انسان مکاشفه شده و وقتی که الهیدانان به کتاب مقدس نگاه میکنند به این وضعیت خدا میبینند که خدا به این شکل خودش رو به بشر آشکار کرده. چیزی که در ذهن ایجاد اشکال میکنه اینه که ما میگیم سه شخص متمایز و فکر میکنیم که سه شخص بودن خدا وحدانیت خدا رو خدشه‌دار میکنه. نه، شخصیتمندی خدا وحدانیت خدا رو خدشه‌دار نمیکنه و لازم هستش که برای خدا واقعا شخصیتمندی باشه. چرا؟ برای اینکه ببینید ما از خدایی داریم صحبت میکنیم که میگیم او خدای خالقه.
خدای تواناست. آمینم که همینطوره. و وقتی که نگاه میکنیم به دنیای اطراف خودمون رو، میبینیم که عالمی رو این خدا آفریده که اگر یک ذره اینور و اونور بشه ممکنه که دنیا کن فیکون بشه. چه نظام دقیقی رو به وجود آورده این خدا. پس این خدایی که یک چنین کاری رو تونسته بکنه، پس خدایی بوده که از لحاظ اندیشه، از لحاظ فکر واقعا بالاتر از حتی بهترین ما هستش، که تونسته نه فقط طرحش رو بچینه بلکه قدرتش رو داشته که اراده بکنه و این فکر رو جامعه عمل بپوشونه. خب پس ما با خدایی روبرو هستیم که فکر داره، نقشه میتونه بکشه، اراده داره و قدرت داره که ارادهش رو جامعه عمل بپوشونه. خب تعریف یک چنین وجودی رو ما در زبان انسانی چی بهش میگیم؟ شخص. شخص تعریفش اینه: شخص موجودی است یا وجودی است که فکر و شعور و اراده داره و بر اساس اراده‌ای که داره و قدرتی که داره فکرش رو به عمل میکشه. این تعریف کلاسیک شخص هستش که برمیگرده به زمان ارسطو. خب حالا ما با خدایی روبرو هستیم که این دنیا رو آفریده، که نشون میده فکر و شعور و اراده داره. بنابراین چاره ای نداریم که بگیم که این خدا خدای شخصیتمنده. و اینجاست که متاسفانه مذهب به ویژه اسلام کم میاره، برای اینکه اسلام مطرح میکنه که خدا شخصیتمند نیست. خب اگر خدا شخصیتمند نیست، در واقع از خود علمای اسلامی دارم نقل قول میکنم که میگن که خیلی باید مواظب باشیم که وقتی که یک چنین چیزی رو به زبان میاریم، برای اینکه اگر ما شخصیتمندی خدا رو بخوایم رد بکنیم، اون موقع در واقع داریم مطرح میکنیم که خدا فکر و شعور و اراده نمیتونه داشته باشه. برای اینکه اگر خدای ما فکر و شعور، اراده و قدرت رو اتوماتیک شخص میشه. ولی مشکل شخص بودن این هستش که شخص بودن و شخصیتمندی محتاج رابطه است. یعنی اینکه خدا یا باید بیرون از خودش در رابطه باشه یا باید در درون خودش در رابطه باشه، وگرنه شخصیتمندی درستی نخواهد بود. برای همین هم یکی از علمای اسلامی مطرح میکنه، حتی در ابن سینا هم این رو میبینیم که میگه که وقتی که میگیم وحده لا اله الا هو، باید مشخص کنیم از چه وحدانیتی داریم صحبت میکنیم. حتی در افکار ابن خلدون هم این مسئله خودش رو منعکس میکنه. برای اینکه ما وقتی از خدا به این شکل صحبت میکنیم، به غیر از اینکه خدا شخصیتمند باشه چاره دیگه نداریم. و اگر خدا شخصیتمند هست باید در رابطه باشه، و اگر خدا در درون خودش در رابطه نباشه، به بیرون از خودش محتاج خواهد بود که خدا نخواهد بود. برای اینکه موقع خدای محتاجه، که یه عده به اشتباه میگن که خدا انسان رو آفرید که باش در رابطه باشه. خدا احتیاج نداشت برای ایجاد رابطه انسان بیافرینه، برای اینکه خدایی که در کتاب مقدس داره خودش رو نشون میده، خدایی که در حینی که در جوهر و ذات وحدانیت داره، سه شخص جدا از هم ولی متحد با هم در اونجا قرار دارن که دائم با همدیگه در رابطه. مسیح میگه که من از روز ازل نزد پدر عزیز می بودم. برای همینم خدایی که ما در کتاب مقدس میبینیم که درستترین تعریف از خداست، برای اینکه خدایی هستش که خالق روی طرح داره میچینه، شخصیتمنده، خدای رابطه است و خدایی هستش که
با خلقت خودش در رابطه هستش بله. و این عالی. خدای فراباشنده خدای فروباشنده هم هست، چیزی که مذهب رد میکنه. مذهب میگه خدا با این خلقتش دیگه کار نداره، در حالی که برعکس خدا همیشه میخواد با خلقت خودش و با انسانها در رابطه دو طرفه باشه. و یه چیز دیگه هم خسرو عزیز من بهت بگم و اون اینه: اگر خدا شخصیتمنده دارای صفات شخصیتیه و اگر خدا دارای صفات شخصیتی قابل شناخته، بنابراین این به قول معروف ادعای مذهب هم به ویژه اسلام که میگه خدا غیر قابل شناخته درست در نمیاد، برای اینکه خدا صفات شخصیتیش باعث میشه که من انسانم که شخصی هستم بتونم او رو از طریق صفات شخصیتیش بشناسم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدای رحمان و رحیم. رحمان و رحیم هر دو صفات شخصیتی هستند. اگر خدا نمیشه شناختش، رحمان و رحیم دیگه یه چیز بیخودیه. ولی اگر خدا شخصیتمنده، اون موقع این رحمان و رحیم میتونه معنی پیدا کنه. خب امام محمد غزالی که اسامی 99 اسم بزرگ خدا رو نوشته، حتی او هم وقتی که این اسامی رو ردیف میکنه که همه اون اسامی ها، لااقل همه نه ولی اغلب اون اسامی ها اسامی شخصیتی هستن، در آخر داره مطرح میکنه، میگه عزیزان ببینید این چیزهایی که ما به خدا اسناد میدیم، رحیم، رحمان، با محبت، غفور، غفار، مجید، فلان و تمامی اینها صرفاً ما هستیم، ما انسان هستیم که نگاه میکنیم به کارهای خدا، نه به شخصیت خدا، به کارهای خدا و میگیم که از کارهای خدا تشخیص میدیم که خدا باید اینجوری باشه. ولی اگر قرار باشه که صفاتی که شخصیتی نیستند، صرفاً بر اساس کارها هستند، مطرح بشه در مورد یک شخص، اون شخصی که این کار میکنه هر لحظه میتونه اراده خودش رو عوض بکنه. بنابراین شما نمیتونی از کارهای خدا به این که خدا کی هست پی ببری. مخصوصا زمانی که خدایی که مطرح میشه تبدیل میشه به خدایی که عمدن فریب میده، خدایی که شیطان میآفرینه که انسان رو ترتیبش رو بده. شما در نظر داشته باشید خدایی که بتونه بدی رو بیافرینه یعنی که با بدی آشنایی داره، بنابراین نیکوی مطلق نمیشه. خیلی صحبت کردم خسرو جان، خیلی ممنون، خیلی تحقاز رفتم، ولی صحبت در این زمینه بسیار زیاده. برای همینم هم که تنها جهانبینی که جهانبینی درسته و در نقشه نجات انسان می گنجه، تنها جهانبینی، خدا رو شکر میکنم، مسیحیته. خیلی ممنون، مرسی. بعد فریدون خیلی فرصت نداریم، تعداد سوالات زیاد هست، اگر بتونیم یه چند تا سوال رو سریعتر بتونیم جواب بدیم خیلی عالی میشه. ممنونم از سوالاتی که دارید جواب میدید. احمد رضای عزیز ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه گفتن که میشه ازدواج نکردن من اراده خدا باشه. آخر از سن 15 سالگی به خانواده‌ام گفتم که ازدواج میخوام بکنم ولی به خواسته‌های من اهمیت ندادن، نرفتن برای خواستگاری و اینکه با خدای خودم راز و نیاز کردم و برای ازدواجم خدا هیچ کاری نمیکنه. بعد از چند سال به سن 29 سالگی رسیدم، یک جا رفتیم خواستگاری، دختر خانم قبول کرد، 6 ماه فرصت داد طبقه بالامونو بسازم، اما 1 ماه نشد از ازدواج با من منصرف شد. خیلی ناراحت شدم. بعد از این ماجراها مشاور و روانشناس رفتم پیششون و مشورت گرفتم و گفتن که دوست دختر پیدا کن. رفتم، متاسفانه پیدا نشد و میگن که از نظر ظاهرم مشکلی ندارم اما کسی رو ندارم و هر کسی به هر حال کسی رو داره ولی من هیچ کس رو ندارم و دوست دارن ازدواج بکنن، ولی میگن که آیا ممکن هست که خدا میخواد که من مجرد باشم؟ اگر خدا مستقیما به دوست عزیز ما نگفته که من میخوام تو مجرد باشی، نه. چرا؟ برای اینکه خدا وقتی که انسان رو آفرید، انسان رو زن و مرد آفرید و علت اینکه انسان رو زن و مرد آفرید، نمیخوام وارد اون قضیه بشم، ولی چون خدا انسان رو به صورت خودش آفریده بود
و خدا در وجود خودش الان صحبت کردم ذات واحد داشت ولی در سه شخص متمایز، برای اینکه خدا خدای رابطه است. انسان شخصیتمند آفریده شد، آدمو میگم، ولی وقتی خدا نگاه کرد به آدم گفت خوب نیست که این آدم تنها باشه. چرا؟ برای اینکه شخصیتمند بود و شخصیتمندی در آدم او رو محتاج به رابطه میکرد. خدا در وجود خودش چون واحده و سه شخص متمایز و متحد با هم رو داره، در وجود خودش رابطه رو داشت. آدم در وجود خودش اون رابطه رو نداشت، برای همین هم خدا حوا رو به وجود آورد و بعد خدا اونجا مطرح کرد که از این به بعد رابطه‌ای که از مرد و زن با همدیگه دارن اینه که به همدیگه میچسبن و دیگه دو نیستن بلکه یک هستن. یعنی در واقع علت خلقت حوا برای این بود که انسان به صورت خدا آفریده شده بود، شخصیتمند بود و در رابطه میبایست باشه. بنابراین دوست عزیز من، تو اراده بنیادی خدا برای تو این هستش که ازدواج کنی، ولی چجوری ازدواج درست داشته باشی داستانش یه چیز دیگری هستش که حالا نمیدونم شماره تلفن منو بگیر یا اگر هم توی گوگل تایپ کنی در میاد، با من تماس بگیر و من در این زمینه بیشتر تو رو هدایتت بکنم به فیض خدا که آن نیمه گم شده خودت رو یا هوای خودت رو که باش یکدم بشی پیدا کن. آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی کشیش فریدون. میترای عزیز هم پرسیدن که آیا در اون دنیا خوردن و نوشیدن وجود داره بعد از مرگ؟ در واقع منظورش از دنیا کدوم دنیاست؟ دنیای دیگه است منظورش. دنیای دیگر، اگر دنیای دیگری که نگرشش مسیحیت هست، خب در اون دنیا مسلماً بر اساس آن چیزایی که در کلام خدا میبینیم مسلماً خوردن و نوشیدن خواهد بود. از کجا اینو میدونم؟ برای اینکه مسیح برگشت به شاگردانش گفت در شام آخر من دیگه از این عصاره انگور نخواهم نخورد مگه اینکه در پادشاهی خدا اون دنیا باشه اونو با هم تازه کنیم. ولی اینکه اونجا منو چه خواهد بود، غذاها چی خواهم بود، به چه شکل خواهم بود، دیگه من اونها رو نمیدونم واقعا، برای که چیزی گفته نشده. ولی از این گوشه و کنارها که آدم میفهمه معلوم هستش که در اونجا هم خورد و خوراک خواهد بود. ولی خورد و خوراکی که ما الان داریم برای اینه که این بدن و نیازهای این بدن رو حفظ کنیم، ولی اونجا وقتی که بدنهای جدید داریم، از همون بدنی که عیسی بعد از زنده شدنش داشت، اینکه اون بدن و خوراک با هم چه رابطه‌ای رو خواهند داشت اون دیگه بمونه. وقتی که رفتیم اون بالا میفهمیم. بذاری خوردم سورپرایز ها رو برای آخر میگم. مرسی ممنون. بعد از فریدون پروانه عزیز هم گفتن که جواب من برای سعید این میتونه باشه که نباید فراموش کرد که خداوند فیضش بی نهایت، عدالتش کاملا عادلانه و پر از فیض و محبتش غیر قابل تصور هست. بنابراین این خدای محبت و رحیم هرگز خلقت خودش رو نابود نخواهد کرد. آمین. خیلی ممنون، مرسی. اما بعد از فریدون ما دو سوال داریم، یعنی در واقع یک نوع سوال داریم از دو بیننده عزیزمون که من برای شما میخونم. دوست عزیز ما با نام کاربری از دل گفتن که ضمن عرض سلام گفتن که آنچه در انجیل آمده آیا انسانها در یافتن ایمان آزاد هستند یا از پیش خداوند ایمانداران را گزینش کرده؟ آنجایی که پولس میگه خداوند من را از شکم مادر برگزید، آیا این استثناء درباره پولس هست یا اینکه درباره سرنوشت همه ماست؟ دوست عزیز ما هم با نام کاربری کلمه جسم گردید هم سوال مشابهی پرسیدن، گفتن که در مورد برگزیدگی ایمانداران و انتخاب آنها قبل از تولدشون نظر شما چیه؟ اگر خداوند عده‌ای رو از قبل برگزیده باشه آیا این غیر عادلانه نیست؟ چون آن کسانی که برگزیده نشدن از قبل در این صورت اگر ایمان نیارن پس نباید محکوم گردن. بله، این یک بحث بسیار
طول و درازی هست در مبحث جبر و آزادی انسان و در این حال حاکمیت خدا. من خیلی به اصطلاح خلاصش بکنم، هی میگید وقت نداریم. بله 60 دقیقه فرصت داشته باشیم بعد افت. خب من باید به فکر آبروی خودم هم باشم که فردا نگم بعد در فریدون ما رو بی جواب گذاشت ولمون کرد. ببینید تا اونجایی که به خدا مربوطه، خدا همه انسانها رو انتخاب کرده برای نجات. اینو از کجا میدونم؟ از این آیه معروف که اغلب مسیحی ها این رو میدونن، یوحنا 3:16 خدا جهان رو اینقدر دوست داشت. من یه دوستی دارم به اسم جهان، همیشه میگه که خدا منو داره میگه، ولی اجازه بدید که حالا که خودش اینجا نیست بگم مردم جهان منظورشه، یعنی انسانها رو. خدا انسانها رو اینقدر دوست داشت که فرزند یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد نجات یابد. پس تا اونجایی که به برگزیدگی انسانها مربوطه، خدا همه انسانها رو از پیش برگزیده برای نجات. از کجا میدونم از پیش برگزیده برای نجات؟ برای اینکه باز ما از خود زبان پولس میشنویم که میگه بره فسح ما مسیح پیش از آفرینش جهان در راه ما ذبح شد. یعنی خدا در پیشدانی خودش دید که آن انسان اول چه گندی رو خواهد زد و برای او راه نجات رو مهیا کرد و در اون نقشه نجاتش مسیح پیش از بنیاد عالم قرار شد که در راه گناهان بشر جان خودش رو بده. پس دوست عزیز من، خدا عادله و خدا محبت داره و در اون محبت و عدالت خودش، برای اینکه هم محبتش ارضا بشه هم عدالتش ارضا بشه، شما و همه انسانهای دنیا رو بدون در نظر گرفتن جنس و نژاد و مذهب و فلان همه رو انتخاب کرده که چیکار بکنن؟ نجات پیدا بکنن. و برای همین نجات عیسی جان خودش رو برای همه بشریت فدا کرده. یعنی اینکه الان نجات آماده است. حالا آیا همه نجات پیدا میکنن؟ اینجاست که اون آزادی بشر مطرح میشه. آنهایی نجات پیدا میکنند که این هدیه رو از دستای خدا میگیرند. پس اینجا اون برگزیدگی ها چی میشه؟ بذار اینجوری نگاه کنیم. من فرض کنید خدا هستم، فردا نگید بعد از فریدون که من خدا هستم یه فرق هم درست بشه. فرض کنید من خدا هستم و آخر قضیه رو از همون اول میبینم. از همون اول میبینم که چه کسانی به من ایمان میارن، چه کسانی به من ایمان نمیارن. اینو من میدونم. ولی این که من میدونم به این معنی نیستش که من انگولک کردم که اینجوری باشه. نه، من صرفاً آگاهی دارم که چه اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که ما میگیم که من در پیشدانی خدا، یعنی اینکه خدا از اول میدید که من بر اساس اراده آزاد خودم وقتی که با مسیح رو به رو بشم دنبال او خواهم رفت یا نه. اون رو به این شکل در این کاتگوری میتونیم جاش بدیم. امیدوارم که پنجره‌ای براتون باز کرده باشم که از این زاویه نگاه کنید به مسئله. خیلی ممنون، عالی، مرسی بعد فریدون عزیز. من فکر میکنم زیاد فرصت نداشته باشیم برای اینکه سوالات دیگر رو بپرسیم، اما ممنون و تشکر از تک تک عزیزان که سوالاتشون رو فرستادن. من چند تا نظر رو بخونم. والودیای عزیز گفتن در جواب اینکه چرا عیسی دلیل‌های بسیاری وجود داره که یکی از اونها رو ذکر میکنم. مسیح در مورد تشخیص انبیای کذبه میفرماید ایشان را از میوه‌های ایشان خواهید شناخت. هر درخت نیکو میوه نیکو میآورد و درخت بد میوه بد میآورد. اگر به زندگی شخصی و برخورد با گروه‌های متفاوت اجتماعی مسیح توجه کنید بدون اشکال اخلاقی و
متفاوت اجتماعی مسیح توجه کنید بدون اشکال اخلاقی و پاک بود. حتی کسانی که پیرو مسیح نیستند هیچ کدام شهادتی به گناه او نمیدهند، بلکه او را پادشاه صلح مینامند. آمین. خیلی ممنون، مرسی. ممنون و تشکر از یکایک شما عزیزان که با ما بودید. محسن عزیز، آناهید عزیز، پروانه عزیز، ناصر عزیز و همچنین الیا، زهرا و دوستان عزیز دیگه که پیغام هاتون رو برای ما فرستادید. در رابطه با برادر فریدون پرسیده بودن که برادر فریدون چطور میشه باتون در تماس بود. فکر کنم که عزیزان بتونن از طریق به هر حال دوستان عزیز ما در تیم به هر حال ساسبن بتونن شماره شما رو داشته باشن که مشاوره ازتون بگیرن، البته اگر شما اجازه بدید. اما وقت دعا هست برادر فریدون. اگر اجازه بدید من فکر میکنم باید لیست دعا رو بخونم و فرصتی نیست که بریم دعای ربانی رو بشنویم و برای تک تک دوستانی که درخواست هاشون رو فرستادن در دعا باشیم. احمد رضای عزیز خواستن که برای سلامتیشون و برای مشکلات جوانها دعا بشه. سعید عزیز برای پیشرفتشون که خواستن دعا کنیم و آناهید عزیز هم برای خودشون، سلامتیشون، نجات خانوادهشون در مسیح عیسی و شفای روحی برادرشون مصطفی و همچنین نجات شهرام از اعتیاد. ماهرخ عزیز برای برادرشون شاهرخ، خانواده او و همچنین ایمان بیارن به عیسی و دوم این که اختلافات زیادی در زندگی دارن و حتی ممکن هست که طلاق بگیرن. بیننده عزیزی برای افسردگیشون خواستن دعا کنیم. مرضی عزیز برای محسن که ناخواسته متهم به 3 سال زندان شده خواستن دعا بشه و اینکه خواست و اراده خداوند برای اون انجام بگیره. نجمه عزیز خواستن دعا کنیم براشون، برای زندگیشون و مرجان عزیز هم برای 2 فرزندشون علی و محمد و برای برکت ایشان. اگر برای این عزیزان در 2 دقیقه دعا کنیم بعد فدون خیلی ممنون میشم. خدای پدر تو را شکر میکنیم که در عیسی مسیح ما فرزند هستیم و در مقام فرزند به حضور تو میاییم و خداوندا از تو میطلبیم برای این خواهران و برادرانمون، متحد با اونها که الان چه قلبن چه فکرن چه زبانن، خداوندا با تو در اتحاد هستند خداوندا و به حضور پدر این دعاها رو میذارن. ما هم میگیم ای خداوند بله پدر عزیز ما، این احتیاجاتی است که این عزیزان درش هستند و نگرانی ها و تشویش ها خداوندا، دردها و سختی ها براشون به وجود میاره خداوندا. در نام عیسی مسیح مطابق آنچه که خودتو گفتی ای پدر که به این شکل دعا کنیم، ما هم در نام عیسی به حضور تو میاییم خداوندا و دعا میکنیم و میدونیم که عیسی مسیح آن شفیع آسمانی الان در حضور تو این دعاهای ما رو مهر میکنه، مهر تایید. خداوندا احتیاجات این عزیزان رو به اونها عطا بفرما. تو خداوندا خدای خالق هستی، ما رو بهتر از ما میشناسی، دردهای ما رو بهتر از ما میدونی، آنهایی رو که شفا احتیاج دارن، آنهایی رو که برکت احتیاج دارن، آنهایی که امید و قوت احتیاج دارن خداوندا، آنهایی که احتیاج به سر و سامونی دارند خداوند عیسی مسیح، اونهایی که احتیاجات دارند و نمیتونند اونها رو بیان کنند خداوندا، برای اونها هم دعا میکنیم. تو که از احتیاجات ما خبر داری، تو که پدر هستی، اگر ما از تو ماهی بخواهیم به ما مار نمیدی خداوند، سنگ نمیدی، بلکه آنچه که احتیاج داریم میدی. پس در نام عیسی مسیح خداوند این احتیاجات رو به حضور تو میاریم و پیشا پیش از تو تشکر میکنیم در عیسی. آمین 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 آمین. خیلی ممنون، مرسی برادر فریدون عزیز. نادر جان درخواست دعای شما رو هم گرفتیم برای مریم عزیز، برای سرطان سینه‌شون حتما در دعا خواهیم بود و همچنین دوستان عزیز دیگه‌ای که پیغام هاشون رو فرستادن و شهناز عزیز. خیلی ممنون و تشکر برادر فریدون، ممنون از حضورتون در برنامه و امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما باشیم.
خدا نگهدار شما باشه و ممنون و تشکر از یکایک که شما عزیزان که با ما همراه بودید. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال مختص سوالات شما عزیزان هست، فرقی نمیکنه الهیاتی باشه یا هر سوال دیگه، ما در خدمت شما هستیم. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. برنامه رو میتونید بر روی یوتیوب و همچنین کانال تلگرام علامت سوال و فیسبوک و اینستاگرام علامت سوال ببینید. هفته آینده هم در خدمت شما خواهیم بود با موضوع صعود مسیح با کشیش ادوارد عیسابگ عزیز. در طول هفته با ما در تماس باشید. مواظب خودتون باشید. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.